گرامی داشت نام نیکی باباجان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی خودشناسی تاریخی و افتخار ملی می‌باشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق گیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت باباجان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده‌های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار سیوم. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. مزالیت و نیالیت. زمان مزالیت و نیالیت که اصلاً 10-15 هزار سال را در بر میگیرد، با خصوصیت‌های به خود خاص در هر منطقه گوناگون بوده است. در این دوره تاریخی با نشانداد مدرک‌های باستانشناسی، اهالی آسیای میانه خیلی سرشمار بوده. آنها در شرایط ساخت قبیلوی مادرشاهی زندگی می‌کردند. آلات مهنت در این دوره خیلی تکمیل یافته. اصولهای نوی تیار نمودن آن به مثل صیقل دادن، پرمه و اره کردن که در گذشته از آنها هیچ اثری نبود پهن می شود. در نظام خواجگیداری آدمان این دوره نیز دیگرگونی ها به میان می آیند. ساحه های نوی خواجگی از قبیل کلالگری، زراعت پروری و چارواداری نیز به وجود می آیند. وابسته به شرایط طبیعی در موضعهای گوناگون آسیای میانه، آدمان به شکارچگی، ماهیگیری و در بعضی واحه‌های موافق به کشاورزی مشغول می شدند. آثار مزالیت. مزالیت در یونانی میانه، سن، عصر سنگ میانه، دوره بین پلیالیت و نیالیت است. آثار دوره مزالیت، عصر میانه سنگ، در حدود آسیای میانه نسبت به دیگر دوره های عصر سنگ خوبتر آموخته شده است. اساساً آثار این دوره از محل‌های اطراف بحر کسپی دریافت شدند. نمونه بهترین آن بازیافتی اپ اکلاتنیکوف از غار جبل و بعداً از دمدم چشمه می باشد. مدنیت جبل به دوره مزالیت راست می آید. مدنیت مذکور در قلمرو ترکستان غربی پهن شده، نام خود را از غار جبل گرفته است. در مغارهای بلت، خاتو در نزدیکی بحر کسپی و در غار جبل در ترکستان غربی آثار دوره مزالیتی ماهیگیران و شکارچیان یافت شده است. مدنیت از بسیار جهت به مدنیت شانیدر شباهت دارد. آثار ساحل کسپی با خصوصیت‌های به خود خاص بیشتر به یادگاری‌های آسیای پیش شباهت دارند. از این باششگاه‌ها
دهها و صدها اسباب و ابزار خردی سنگ چخماقی بازیافت شده است که در بین آنها مخصوصاً آلات شکل هندسی، قطعه دایره، سگمنت، سه‌کنجه و در شکل ترپیزیا جالبند. مدرک‌های زیادی باستانشناسی شهادت می‌دهند که در آخر دوره مزالیت و اول نئالیت در برابر شکار حیوانات، به صید ماهی و جمع آوری غذا نیز مشغول بودند. در حدود تاجیکستان باشد یک قطار باششگاه‌های پیدا گردیدند که در آنها آثار زمان مزالیت خوب مشاهده می شود. مثلا از باششگاه توتقبول، منطقه نیروگاه برقی آبی نارک، آثار نادری زمان مزالیت به دست آمده است که یک قطار بازیافت‌های آن به مثل کاردهای سنگی یکدمه، سگمنت ها به آثار زمان مزالیت آسیای پیش شباهت دارند. اما آلات دغل‌تر نیز یافت شد که به هزاره های 13 هفت تا میلاد راست می آید. سگمنت این واژه لاتینی پاره، پارچه، قسم. آثار توتقبول و همزمان باششگاه های دره شور و آبیکییک نیز از مهمترین آثار مزالیتی تاجیکستان بوده آنها را به مدنیت دوره های میانبعده حصار علاقمند می حسابند. آثاری که باستانشناسان از قرارگاه آشخانه پامیر دریافت نمودند هم از موقع جایگیر شوی و هم با آثار باقی مانده از دیگر یادگاری های این دوره فرق می کنند. باششگاه در بلندی 3.5 4.2 هزار متر از سطح بحر جایگیر می باشد. تحقیق فیزیکی انگشت آتشدان نشان داد که 95,000 سال مقدم در اینجا آدمان زندگی می کردند. اسباب و آلات یافت شده به مثل بیلچه های از سنگ قیراق ساخته شده، درشت و با اصول دوره پالیالیت کارکرد شدند. از آلات خاص مزالیت مخصوصاً آلات‌های هندسوی چیزی پیدا نشد. به اندیشه باستانشناسان این اساساً قرارگاه شکارچیان هنگام فصل تابستان بوده است. در آشخانه 4 قبط مدنی و زیاده از 10,000 آثار پیدا کرده شد. آثار نئالیت. نئالیت کلمه یونانی عصر نوی سنگ، دوره آخرین عصر سنگ می باشد. عصر نوی سنگ که نئالیت نام دارد تخمیناً 9-7 هزار سال پیش از این آغاز گردیده است. دوره نئالیت در تاریخ جماعت انسانی مرحله دیگرگونی و تحولات جدی محسوب می یابد، زیرا محض در همین دوره آدمان ابتدایی از استفاده و ذخیره نعمت‌های طبیعی، یعنی از طرز زندگی استعمالی و استحصال نعمت‌ها می‌گذرند. این دیگرگونی را اساساً در ادبیات علمی شرطاً انقلاب نئالیتی می‌نامند. در نتیجه حفریات باستانشناسی در آسیای میانه 3 عمومیت مدنی تاریخی دوره نئالیت را با خصوصیت‌های خاصی شرایط زندگی و آثار باقی مانده از هم جدا می‌نماید. یکم، مدنیت باستانشناسی جیتون که در سمت جنوبی ترکمنستان امروزه جایگیر است. ساکنان جیتون در دهکده‌های قبیلوی و خانه‌های کلوخی می‌زیستند و یکی از مشغولیت اساسیشان چارواداری بود. در حدود آسیای میانه آنها بیشتر از همه به زراعت پروری مشغول بودند. اسباب و آلات آنها اساساً از دازهای ساده سنگی بیش از 36% بازیافت‌ها عبارت بود. از نوعهای زراعت بیشتر گندم
و جو کشت می کردند. از اینجا در قطار دیگر بازیافت‌ها پاره‌های سفال نیز پیدا گردیدند که از وجود داشتن هنری کلالگری در بین جیتون‌ها شهادت می‌دهد. ظرف‌های سفالی اساساً دستی ساخته می‌شدند و بعضی آنها با خطهای گوناگون آرایش یافتند. این ظرف‌ها قدیمترین نمونه آثار کلالی آسیای میانه میباشند. جیتونی‌ها برای سفالپزی کوره و خمدان‌های مخصوص داشتند. در باششگاه چوپان تپه جیتون قبرهای دریافت گردیدند که در خودی باششگاه در روی حولی یا خانه کنده شدند. این خصوصیت خاص در دوره‌های بعدی نیز به نظر می‌رسند. در باششگاه پساچیق تپه این مدنیت بینایی یافت شد که به بینای جمعیتی شباهت دارد و در یکی از دیوارهای آن با رنگ سیاه و سرخ صورتی در رندگان و چرندگان و نقش‌های عجایب کشیده شده است. این یکی از قدیمترین دیوارنگاره ها می باشد. کارهای باستانشناسی دایر به اصول کشت و آبیاری ساکنان جیتون نیز معلومات فراوان می دهند. جیتونی ها اساساً با بستن مجرای آب، کندن جویها و ساختن پلها آبی دریاچه ها را استفاده می کردند. برابر زراعت و چارواداری ساکنان جیتون به شکار نیز مشغول بودند. از باششگاه های این مدنیت چندین مجسمچه های گیلی حیوانات و آدم را نیز پیدا کردند که آنها را باستانشناسان معبدهای قبیلوی نامیدند. در نتیجه تحلیل آثار باستانشناسی زمانی موجودیت مدنیت جیتون را 1000 ساله 6 پیش از میلاد معین نمودند. 2. مدنیت دیگری نیالیتی آسیای میانه این مدنیت کلتمنار می باشد که آن حدودهای نزد بحر ارل و واحه‌های اطراف بخارا را فرا می گیرد. مدنیت کلتمنار اساساً مدنیت شکارچیان و ماهیداران بود. کلتمناری ها در آخری مرحله های ترقیات خود برام کردن حیوانات و از خود کردن زراعت پروری شروع نمودند. از حفریات جانباز قلعه این مدنیت باقی مانده های منزلی کلانی مدوری از چوب و قمیش ساخته که تا 100 نفر آدم جای می گرفت و از قرارگاه کاوتی 7 منزلی از این هم کلانتر یافت شدند. خصوصیت فرق کننده مدنیت کلتمنار در ساختن آلات خردی سنگ چخماقی مهنت و انکشاف تکنیکی کارکرد آن ظاهر می‌یابد. همچنین از مسکن‌های قدیمه بسیار اسباب‌های سفالی از جمله سفال‌های نقش و نگار داشته نیز یافت شدند. سنه موجودیت این مدنیت به هزاره‌های 4-3 پیش از میلاد راست می آید. سیومین مدنیتی که در زمان نیالیت تشکل و انکشاف یافته بود این مدنیت نیالیتی حصار می باشد که با نام نیالیت کوهستان نیز معلوم است. نخستین محقق آن اپه اکلتنیکوف جهت‌های فرق کننده آلات سنگی این مدنیت را که اساساً از اسباب و ابزار قیراق سنگی عبارت بود خاطر نشان نموده است. خصوصیت دیگری فرق کننده این مدنیت در آن است که در بین بازیافت‌های آن اسباب سفالی عموماً به نظر نمی رسد. به اندیشه اپ اکلتنیکوف اهل مدنیت حصار اولین زراعت پروران کوهستان بوده. در حیات آنها شکار و چارواداری نیز موقعی اساسی داشته است. کلانترین آثار این مدنیت از توتقبول ساحل چپ دریای وخش در نزدیکی نارک دریافت گردیده است. در اینجا در مساحت کلان مکانی بسیار طبقه و پر آثار نیالیتی
و 4 طبقه سکونت آدمان، باقی مانده های آتشدان نیم دایره‌ای از سنگ چیده شده، اینچنین خانچه های مخصوصی از دیواره های چند خبطه سنگی بنا یافته، 40,000 مصنوعات عصر سنگ از جمله تبرهای خوبی سفته، کاردهای تیز، ابزارهای دستی خانگی، درفش، پرمه، بیلچه و بسیار آلات ساخت و پرداخت چوب پیدا کرده شد. با اصول رادیوکربی معین کردند که طبقه بالایی مدنیت حصار 5150 جمع‌تر 140 سال پیش از میلاد وجود داشته است. مدرک‌های باستانشناسی گواهی می‌دهند که توتقبول مسکن شکارچیان و غندارندگان نعمت‌های طبیعی نبوده، جای زیست آدمانی نوی و شکل استحصال کننده خواجگی گذشته می باشد. اقتصادیات ساکنان قدیمی این باششگاه بیشتر به مرحله پیدایش زراعت و چارواداری نزدیک است، اما در خواجگیداری آنها چارواداری نیز موقعی اساسی داشته است. در بین استخوان‌های یافت شده حیوانات، استخوان بز و گوسفند خانگی بیشتر به نظر می‌رسد. باستانشناسان موجودیت مدنیت حصار را به هزاره‌های 6-3 پیش از میلاد منسوب می‌دانند. حدود پهن‌شوی مدنیت نئولیتی حصار نهایت وسیع بوده، واحه‌های اساسی سرزمین امروزه تاجیکستان را فرا می‌گیرد. این مدنیت نه کم از 3000 سال دوام کرده است. یادگاری‌های دوره اول آن از توتقبول، دوره میانه از کوی بولیان دنغره و دوره آخر از تپه غازیان حصار یافت شدند. در زمینه مواد زیادی باستانشناسی به خلاصه آمدن ممکن است که در عهد نئولیت آدمان از خواجگی استعمالی به خواجگی استحصالی گذشته، برای گذریش و زینه نوی رشد مخصوصاً استحصال فلز شرایط فراهم آمده است. قدیمترین تصویرهای روی سنگ. تصویرهای روی سنگ یکی از مهمترین سرچشمه برای درک تفکر آدمان ابتدایی. تصورات آنها دایر به محیط اطراف، طبیعت و شرایط زیست محسوب می‌یابد. برای همین محققان تاریخ باستان و آموزش تصویرهای روی سنگ بیشتر توجه می‌نمایند. در حدود آسیای میانه مقدار زیادی چنین تصویرها یافت شدند که مشهورترین آنها تصویرهای سیملیتاش در فرغانه و لنگرکیش در پامیر غربی می باشند. چنین تصویرهای روی سنگی در ساحل‌های دریای زرافشان و شاخاب‌های آن، در سلسله کوه هرمه و دیگر محل‌ها به مقدار زیاد نیز دریافت شدند. تنها در حدود پامیر بیش از 50 موضع تصویرهای روی سنگ به قید گرفته شدند. قدیمترین آنها در آسیای میانه از غار شخته پامیر پیدا گردیدند. در دیوار غار شخته پامیر که در بلندی 4200 متر از سطح بحر واقع گردیده است، صورت‌های با دو رنگ تصویر شده باقی ماندند. در آن آدمانی در زیر قنات پرنده پناه یافته، گراز و خرس‌ها، حیوان‌های از تیر شکارچیان زخمی شده تصویر شدند. از روی سبک تصویر
معلوم است که آنها از تصویرهای زرابوتسای واقع در ازبکستان امروزه قدیمتر بوده عمری بیش از 8,000 ساله مزالیت و یا دوره های اولی نئالیت دارند. تصویرهای در نهر سریجس و کورتیکسای نزد مغاک شخته یافت شده به دوره نئالیت و یا اول عصر برنجی تعلق دارند. آموزش رسم ها نشان داد که آدمان ابتدایی هر لحظه حیات خود را در روی سنگ ها و تخت سنگ های کوهی تصویر می نمودند. این رسم ها نشان می دهد که آدمان ابتدایی در کجا و در کدام حالت عمر به سر می بردند. همینطور آدمان ابتدایی تصورات خود را دایر به حیات هر روزه خود در دیوارهای غارها و در روی سنگها تصویر می نمودند. از این رو تصویرهای روی سنگ برای فهمیدن طرز حیات آدمان ابتدایی و جهانبینی آنها به عالمان یاری خوب می رسانند. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصر علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov نشر مختصر علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار سیوم. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاه مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.